غیاث‌الدین ارگشف ظاهراً در کرسی هواپیما و قبل از پرواز به ازبکستان. اداره مهاجرت آمریکا گفت که این جوان را که در وطنش به تقلب‌کاری متهم می‌کنند روز 29 می از آمریکا اخراج کرده به ازبکستان فرستادند. اداره مهاجرت می‌کوشد افرادی را که از جوابگری جنایی در کشورشان می‌گریزند و اینجا پناه می‌برند از خاک آمریکا بیرون کند تا آرامی جامعه تامین و امنیت ملی آمریکا مستحکم‌تر شود. شهروند ازبکستان را سال 2023 برای ورود غیرقانونی به خاک آمریکا دستگیر کرده و با شرط حاضر شدن به دادگاه جواب دادند. معلوم نیست او در ازبکستان به کدام جنایت متهم می شود. اداره مهاجرت آمریکا اولی همین ماه از بازداشت یک شهروند تاجیک تبار روسیه خبر داد که به گفته این اداره در تاجیکستان برای عضویت در سازمان تروریستی القاعده جستجو می شود. نام و نسب این جوان را نگفتند و تا حال معلوم نیست که او را برای محاکمه به تاجیکستان میفرستند یا به روسیه. فیلادلفیا یکی از شهرهای آمریکاست که مهاجران به خصوص از ازبکستان و هم تاجیکستان آن را مکان اقامت انتخاب کردند. مقامات آمریکا تا کنون بیش از 130 شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به وطنهایشان اخراج کردند. نام 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی هست که باید از آمریکا بیرون کرده شوند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ژانویه سال گذشته مبارزه سختی را به ضد مهاجرت غیر قانونی به راه ماند. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات‌ها به ضد مهاجران سبب تظاهرات به ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگون آمریکا شد.